رستم گلوف متخصص فناوری‌های اطلاعاتی آخرین کسی است که به گروه رسانه‌های آسیا پلوس به کار گرفتند. او حالا با وارد کردن هوش مصنوعی در کار این رسانه مشغول است. بعضی ابزارهایی هست که مثلا حاضر در سامانه نو راه اندازی کردن می‌خواهیم به مثالی اسیستنت ذهنی سونی که به محرر یا اینکه مؤلف یاری میرساند که مواد آماده کرده اش را یا اینکه می‌خواهد که آماده کند تنها تزیس‌های آن را دارد تنها یک داده‌ها را دارد میتواند که دهد و متنش را ذهنی سونی آماده کرده دهد کاتگوریش انتخاب کند یا که تگ‌هایش را اضافه کند سر لبها پیشنهاد کند. ما اینجا یک پلاگین نو ساختیم مخصوص برای استفاده بردن ذهن سونی. مثلا فرض کنیم که ما می‌خوایم که از نول مواد نویسیم. در اینجا اگه خیلی ما از تنها یک متن چی کردم نسخه برداری کردم که بعضی فکت و دلیل دارد. پخش میکنیم در اساس همین متن و یک متن معین خودش نوشته تیار میکنه. آسیا پلوس کلانترین شرکت رسانه‌ای در تاجیکستان است که سال 1996 کار خود را آغاز کرد. امید باباخانوف میگوید هدف نشان دادن چهره واقعی تاجیکستان بود. وقت جنگ گраждани میرفت در تاجیکستان و ما میدیدیم که بیرون از تاجیکستان درباره تاجیکستان درباره جمعیت ما فقط خبرهای حربی میرفتن. یعنی که در اونجا ترک شد، در اونجا آدم کشتن، در اونجا اپوزیسیا فلان کار کرده است و گرچندی که ما در تاجیکستان زندگی میکردیم و میدیدیم که زندگی صرف نظر از جنگ گраждани زندگی مردم رفته ایستاده است. من فکر کردم که خوب میشد که ما با جهانیان کارتینه پوره رو پیشنهاد کنیم. با شروع از یک بولتن ساده، آسیا پلوس بعدها به یک شرکت بزرگ رسانه‌ای در تاجیکستان تبدیل شد. امروز آسیا پلوس یک مدیا هولدینگ کلان است. از ترکیب آسیا پلوس این هست روزنامه آسیا پلوس، آژانسی اطلاعاتی و رادیو آسیا پلوس. لیکن در نوبت خود آژانسی باز با چندین بخش‌ها تقسیم می شود. از جمله بخش روسی، بخش تاجیکی، بخش کار با شبکه‌های اجتماعی یا که SMM، بخش نوارو ثبت و ویدیو، بخش انگلیسی داریم و همچنین بخش فروشی تبلیغات. مجله وبزان نیز فعال بود دوام سال 25 و نیت هم هست که سال 26 دوام دهیم این مجله را. در حال حاضر بخش شبکه‌های اجتماعی یکی از پایگاه‌های اساسی اطلاع رسانی است که آسیا پلوس روی آن بیشتر حساب می‌کند و به گفته مسئولانش آنجا 10 کارمند کار می‌کند و بیش از 2 میلیون کاربر دارند. این بازنشر پوره همه خبرها نیست. ما اون رو برای هر یک شبکه الهیده آماده میکنیم، تحریر میکنیم، متن رو کوتاه و دراز میکنیم، با قالب و فرمت های گوناگون میگذاریم. مثلا برای اینستاگرام اگر ویدیو کنیم، برای فیسبوک شاید خودی متن رو میمونیم، برای تلگرام و گرافیک میکنیم. یعنی برای هر یک شبکه برای یک صفحه الهیده مواد رو کوشش میکنیم که با طرزی برای خواننده همون صحیفه قلای آماده کنیم و نشر کنیم. آسیا پلوس در آغاز بیشتر با زبان روسی فعالیت داشت. حالا بخش تاجیکی قسمت بیشتری کار این رسانه را در بر میگیرد. جسور عبداللایف مدیر بخش تاجیکی آسیا پلوس در برابر مشکلات دیگر ناسازگاری فضای اطلاعاتی را یکی از دشواری‌های عمده کار روزنامه‌نگاری در تاجیکستان می‌داند. مشکلی دیگر این باز هم برمیگردد به فضای روزنامه‌نگاری در کشور. یعنی فضا اینجای پنهان کردن نیست، با آن حد آزاد و مساعد نیست که رسانه به طور کامل رشد کند و رسالت خود را انجام دهد. تا چند سال پیش در تاجیکستان رسانه‌های مستقل نقشی به مراتب بیشتری از امروز در فضای اطلاعاتی داشتند. در پی تنگ شدن فضای آزادی بیان و از میان رفتن رسانه‌ها، آسیا پلوس از کمترین رسانه‌های مستقل در تاجیکستان باقی مانده است. شهلا اکابیر و کارشناسی ساحه رسانه‌ها به نقش نظررسی آن در محیط رسانه‌ای تاجیکستان اشاره می‌کند. که آسیا پلوس یکی از رسانه‌های در حقیقت خبرساز است. دیگر اینکه آسیا پلوس از جمله اون رسانه تاجیکستانی است که بیرون از تاجیکستان خیلی مشتری زیاد دارد
و در اکثر موارد نفران بیرون از تاجیکستان اخبار رو درباره تاجیکستان از آزیا پلوس استفاده میکنن و فکر میکنم که بسیار یک نقش بارز دارد آزیا پلوس. صرفی نظر از هم قدمی کامیابی و ناکامی تاجیکستان بودن آزیا پلوس در جریان 30 سال اخیر در بعضی موارد این رسانه از انعکاس رویدادهای مهم تاجیکستان خودداری کرده است. از جمله ماه می سال 2022 این رسانه با نشر بیانیه اعلان کرد که بنابر فشار مقامات از بازتاب واقعه‌های اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان خودداری می‌کند. حالا مدیر کل آزیا پلوس هرچند از فضای موجود راضی نیست، با گذشت 30 سال هنوز هم با امید بهتر شدن فضا کار رسانه‌های زیر رهبریش را ادامه می‌دهد. حالا فضای چندان آسان نیست، هم در تاجیکستان و هم در جهان. متاسفانه ما می‌بینیم که حتی کشورهای پیشقدمی دموکراتی که ما پیش برای خود همچون مثال می آوردیم، ما می‌بینیم که حتی در اون کشورها هم امروز خیلی وضعیت دشوار است برای ژورنالیستان، برای رسانه‌ها. برای همین شکر میکنیم که ما هستیم، ما فعالیت داریم و مثل که همین 30 سال پیش میگفتیم که دنیا با امید است، امید داریم که در آینده باز این فضا هم بهتر میشد.